پس این همه حدیث زندگی، رسالت زندگی میگن اینه، مقصدمون اونجاست، ما باید به اون برسیم، باید به اصل خودمون برسیم. چی شد که ما اومدیم اینجا همه چی یادمون رفت؟ ما که از جنس خدا بودیم، قبل از اینکه بیاییم اینجا به خدا بله گفته بودیم، اومدیم اینجا یادمون رفت. درست مثل اون موقع‌هایی که مریض میشیم، گرفتار میشیم، با خودمون عهد میکنیم، میگیم این دفعه اگه خوب شدم دیگه خیلی به خودم میرسم، ورزش میکنم، اینو نمیخورم، اونجا نمیرم، اونو نمیکنم، هزار تا حرف با خودمون میزنیم. وقتی حالمون خوب شد دیگه همش یادمون میره. الستم به خدا بله گفتیم، اومدیم اینجا، ذهن ما رو انقدر گول زد، انقدر مشغول خودش کرد، انقدر مشغول حرفای بی سر و ته خودش کرد که همه چی یادمون رفت. خدا انقدر مهربونه که ولمون نمیکنه، همش داره کمکمون میکنه. با اینکه داره میبینه ما گرفتار من ذهنی هستیم، کمکمون میکنه. چجوری؟ با ما حرف میزنه. چجوری؟ خدا قوانین خیلی محکمی داره تو دنیا. یکی از مهمترین قوانینش نظمه. اصلا اسم دیگه جهان نظمه. اگه این نظم نبود به هممون تو این دنیا ظلم میشد. خدا هی داره به ما کمک میکنه، گوشزد میکنه، تلنگر میزنه، میخواد ما رو از من ذهنی خارج کنه، میخواد ما رو متوجه خودش بکنه، میخواد ما رو متوجه اصلمون بکنه. چجوری؟ با اتفاقات لحظه حال. مهمترین قانون، شاید بارها و بارها شنیدین، اینه که ما باید اتفاق این لحظه رو بپذیریم. تو این شرایطی که هستیم، تو هر شرایطی که هستیم، خوب یا بد، باید قبول کنیم، باید اون شرایط رو بپذیریم. هر اتفاقی که برامون میفته باید اونو بپذیریم، چون با اون اتفاق خدا داره با ما حرف میزنه. از قانون پذیرش یعنی که من اتفاق این لحظه رو میپذیرم، قبول میکنم، چون که ارتعاش خودم، این ارتعاش خودم بوده که این زندگی رو برای من خلق کرده. تو هر کجا که هستیم، تو هر لولی که هستیم، لایق همونیم، چون واقعا خودمون خلق کردیم. وقتی اتفاق لحظه رو قبول میکنیم، حالا فرقی نمیکنه اتفاق میتونه خیلی کوچیک باشه یا خیلی بزرگ. وقتی قبول میکنیم یعنی اینکه از سر راه خدا کنار میریم و اجازه میدیم که خدا برامون تصمیم بگیره. و تصمیم خدا هم که مشخصه، خیر و نیکیه. اما وقتی قبول نمی کنیم، مقاومت میکنیم، میگیم نه، این حق من نبود، من اصلا به کسی بدی نکرده بودم، چرا باید این اتفاق سر من بیاد، چرا باید این بلا سر من بیاد. یعنی داریم میجنگیم، هم با اتفاق میجنگیم، هم داریم با خدا میجنگیم. میگیم نه، به من ظلم شده، این اصلا درست نیست. و مسئله مهم دیگه، وقتی که مقاومت میکنیم و قبول نمی کنیم، خودمون از همه بیشتر عذاب میکشیم. پس تو اتفاقاتی که برامون میفته و ما مقاومت میکنیم، گفتیم که خودمون از همه بیشتر اذیت میشیم
و یه مسئله خیلی مهم دیگه اینه که وقتی ما مقاومت میکنیم، وقتی قبول نمیکنیم، در واقع نمیتونیم درس اون اتفاق رو بگیریم. اون اتفاق اومده درس بده به ما، اومده پیام بده. وقتی مقاومت میکنیم نمیتونیم پیامش رو بگیریم، نه درسش رو بگیریم. اون اتفاق میره، نه شاید بره ولی به شکل دیگه، توی لباس دیگه به زندگیمون برمیگرده. چرا؟ چون ما درسش رو نگرفتیم. و تو این اثنا ذهن هم نقشش رو بازی میکنه، تحریک میکنه که مقاومت کنیم، نپذیریم اتفاق رو. چرا؟ تا پشت به خدا کنیم، تا از خدا دور بشیم. اتفاق این لحظه تدبیر خداست، حکمت خداست و ذهن اینو دوست نداره. وقتی که ما تدبیر خدا رو، حکمت خدا رو قبول نمی کنیم، آیا برای همه یکیه تدبیر خدا، حکمت خدا؟ نه. به هر کی بر اساس نقص و اشتباهات خودش خدا تدبیر میکنه. یعنی در واقع اون اتفاق اشتباه منه، نقص منه، من باید درسم رو از اون بگیرم تا خدا منو آزاد کنه، رها کنه و برم به اصل خودم وصل بشم. تا این فضا رو باز نکنم، تا این سنگینی رو از خودم جدا نکنم، نمیتونم به اصل خودم برسم. پس اتفاق هر لحظه تدبیر خداونده که اومده به ما درس بده، اومده به ما پیام بده و ما باید اون درس رو بگیریم، نباید باهاش جنگ کنیم. یعنی در واقع مقاومت جنگ با تدبیر خداست. شاید تا حالا نمیتونستیم، حالا که فهمیدیم باید دیدمون رو عوض کنیم نسبت به اتفاقاتی که هر روز برامون میفته، هر لحظه برامون میفته. باید خیلی آگاه باشیم. این اتفاقات هیچ کدوم اتفاقی نیستن، اینا همشون پیام دارن، نقصامون رو به ما نشون میدن، کاستیامون رو به ما نشون میدن. هیچ وقت نباید به دید اتفاق بد نگاه کنیم و ناراحت بشیم. باید با این دید نگاه کنیم که و حتی شکرم بکنیم، خدای شکرت که نقصم رو به من نشون دادی. البته این خیلی سخته، حالا رسیدن به این مرحله زیادم آسون نیست. تو مراحل اول هیچ وقت نمیتونیم اینو قبول کنیم، حالا یه اتفاق افتاده بعد شکرم بکنیم، ولی واقعیتش اینه شکر کنیم که خدایا نقصمو به من نشون دادی، کاستیامو به من نشون دادی، من باید عوض بشم، من باید تغییر پیدا کنم. پس پیام اتفاق اینه که لازمه که ما عوض بشیم، لازمه که ما تغییر پیدا کنیم. کلا این اتفاق ها میتونه اتفاقات کوچیک باشه، بزرگ باشه، بگو مگوی کوچیک خانوادگی باشه، یا مثلا از یه جایی رد میشین یه حرفی میشنوین، یا کسی پشت سرتون حرف زده اونو میان بهتون میگن. خلاصه هر اتفاقی که هر روز برامون میفته میتونه باشه. ما دو راه داریم، یا مقاومت میکنیم، میگیم نه این حق من نبوده، من اینو قبول ندارم، که گفتم اون اتفاق میره به روش‌های مختلف دوباره برمیگرده تا وقتی که ما درسش رو نگرفتیم. یا اینکه میگیم اوکی من قبول دارم، من نقص دارم، من کاستی دارم، من اشتباه کردم، درسش رو میگیرم و خودم رو رها میکنم.
هر موقع تونستیم بعد از هر اتفاقی که اونو بد میدونیم سریع بگیم بله من اینو قبول دارم. حتی تو دل خودمون لازم نیست به کسی بگیم بله من این اتفاق رو قبول دارم، این اشتباه خودمه، درسشو میگیرم، بلافاصله از درد و رنج رها میشیم. وقتی که ما با اتفاق همین لحظه می جنگیم، قبول نمی کنیم، در واقع به خودمون ظلم می کنیم، چون اون اتفاق اومده ما رو تبدیل به اصلمون بکنه، اون اتفاق اومده ما رو تغییر بده و ما اجازه نمیدیم. اون تدبیر خداست. هر چقدر بیشتر مقاومت کنیم تبدیل شدن به اصلمون رو به تأخیر میندازیم. راه گریزی نیست. ما باید به اصلمون تبدیل بشیم. ما باید به هیچ آباد برسیم. با قبول نکردنمون در واقع داریم با خدا می جنگیم. به خدا میگیم تو بلد نیستی، تو نمیتونی، من بلدم، من میتونم. پس مقاومت نکنیم، اجازه بدیم که خدا وارد عمل بشه، چون تو هر اتفاقی یه سری هست، یه رازی هست، اصلا بی خودی نیست.